اومدیم قشم. این چیه؟ اینه دیگه. این لباس جنوبی ها کجا میفروشن؟ واسم نپرسیدی لباس جنوبی ها رو کجا میفروشن؟ تریپ هم خوبه؟ مگه کجا میخوای بری؟ یه پسره گفت حاجی بیا تریپ کنیم. نه اون تریپ یه چیز دیگه است. یعنی باید لباس جنوبی بپوشم؟ یه ویدیو بگیر واسه آقای احمدی. آقای احمدی بریم کوسه بخوریم. کوسه چرا؟ گرمیه دیگه. ها؟ خانم هی میگم بریم خرید. بابا خرید چی؟ تو شهر خودمون هم همه چی هست دیگه. اینجا دوبه؟ اونجا هم همین ساحله. چرا میگفتن اونورش دوبه؟ از اینجا بخشه نکردم میتونم برم عمان؟ ببین دریاه اینجا اصلا اشغال مشغال و اینا نداره. اون چیه با؟ کدوم؟ اون روغن ترمز فکر کنم. الان نمیتونیم میکوپلانکتون رو ببینیم؟ اون فیتوپلانکتونه. فیتو مگه قرص افزایش میل قد نبود؟ خدا رو شکر این جبمه بود. امارت میرزا رو بهمون معرفی کرد. خدا رو شکر اینجا خیلی لوکس خوبه. آقای روزبهانی جان، من از وقتی که بازنشست شدم همیشه میام قشم. چند بار اومدی تا حالا؟ روزبهانی جان هفته پیش بازنشست شدم. آقا احمدی جاد خالی اومدیم قشم. تو که از این پولا نداری بیایی. من